رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: زیان و رنج شخص راست که نام من نزدش ذکر شود و بر من صلوات نفرستد. زیان و ناکامی شخص راست که ماه رمضان فرا رسد و سپری شود و گناهان او مغفرت نشوند. زیان و ناکامی شخص راست که پدر و مادر پیرش را در حیاتشان دریابد و داخل بهشت نشود. صلوات گفتن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، روزه ماه رمضان را با اخلاص داشتن و احترام پدر و مادر نمودن سبب داخل شدن به بهشت می گردد. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم ضمن این حدیث فرموده اند: زیان و رنج دیده است کسی که نام محمد صلی الله علیه و سلم در مجلس گفته شود و به او صلوات نفرستد. زیان و خسارت دیده است کسی که ماه رمضان را خوب و با طاعت و عبادت نگذراند و فرصتی به بهشت آمدن را از دست دهد. زیان و خسارت دیده است کسی که پدر و مادر یا یکی از آنها را در حیات دریافته و دعای آنها را نگرفته داخل بهشت نشده است. این فرصت ها خیلی خوب و مناسب برای به دست آوردن رضای پروردگار بوده و به سبب عمل کردن به آنها انسان داخل جنت می گردد. پس این فرصت ها را از دست مدهیم. أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان.